و عزیزان، مؤمن یک مسلمان از اینکه حیاتش خیلی زودگذر است و والله اعلم نمیدانیم عمر ما امروز یا فردا به پایان میرسد، باید این گونه فرصت ها را غنیمت دانیم. یعنی وقتی که همین گونه فرصت ها می شود، فرصت هایی که عمل صالح ثواب زیاد دارد، هر چی می توانیم خود را با عمل صالح مشغول سازیم. و خیلی که در دهه آخر رمضان مشغول عبادت می شویم، یا در روز دهم ماه محرم، یا 6 روز شوال، یا مثلا شب 15 شعبان که در بارش هم حدیث است، باید در این دهه ذوالحجه هم که در بارش حدیث صحیح است و آیت است و چه خیلی گفتم در نزد جمهور علما این روزها حتی از روزهای ماه رمضان بهتر هستند، باید با عبادت گذرانیم و این فرصت را غنیمت دانیم. مشکلی ما علل خصوص زنها خواهرها در این است که همیشه میگیم عید، لباس عید، تازه کردن خانه و به ترتیب در آوردن خانه، مهمان زیاد می آید، آماده کردن دسترخوان، همین گونه یعنی برای آمادگی به مهمان را زیادتر می دانیم از اینکه آمادگی گیریم به عبادت. مثلا برای دسترخوان عید الکی ما چند پلان داریم یا نقشه داریم برای چی خریدن و چی پوشیدن و چی پوشانیدن به فرزندان. اما در این دهه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن مانند این روزها دیگر روز نیست در سال، مانند همین روزها دیگر یگان روز در سال نیست که عمل صالح تو رو اینقدر الله دوست بدارد، اینقدر برایش اجر و پاداش بدهد. مویان همچون یک عبادت که در این 10 روز من همین عبادت ها را انجام میدهم، همین گناه های دارم، اگرچه گناه نباشد هم کارهای بیهوده دارم که از آن دست میکشم. در این 10 روز همین گونه یک نقشه دارم برای زیاد کردن عملهای صالح، هم برای راضی کردن پروردگار. این گونه نقشه ها تقریبا وجود ندارد. یعنی نقشه برای روز عید و خوردن و پوشیدن و به خانه کیها رفتن و کیها را جیغ زدن داریم، اما نقشه برای این که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این روزها را دیگر پیدا نمی کنیم، از معنای حدیث مایان نقشه برای یک عبادت نداریم. برای همین بیایید این فرصت را غنیمت دانیم. آره، مهمانی و مهمان پذیرایی از سنت پیامبران است، علل خصوص ابراهیم خلیل اجر و ثواب دارد با هم نشستن، اما نباید که جای عبادت را گیرد. اصلا عبادت شما مانند عیدگردک و عید پذیرایی نمی شود. یعنی عبادتی که شما میکنید درجهش خیلی و خیلی بالا هست و یک فرصتی هست برای زیاد کردن ایمان و زیاد کردن عملهای صالح.